دادگاه شهر مسکو روز 29 دکامبر شهروند 24 ساله تاجیکستان واحد سوبانقلوف را به 11 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد. دادگاه سوبانقلوف را در عضویت در دسته مسلح غارتگری و غیر قانونی نگاه داشتن سلاح گناهکار شناخت. خبر داده است دادستانی شهر مسکو. بنا به فرضیه تفتیشات سوبانقلوف عضو دسته بود که در اطراف بازار لوبلینو مرکز تجارتی و نمایشی مسکو عمل میکرد و به آنها حمله میکرد که از این بازار مبلغ‌های بزرگ را بیرون میبردند. اعضای این دسته با سلاح آتشفشان و بالغ و تبر مسلح شده با ماشین‌های آودی A6 و مرسدس بنز A280 میگشتند. تفتیشات میگوید که آنها ماه نوامبر سال 2018 در نزد بازار لوبلینو به نفری حمله آوردند که با خود $59,000 داشت. آنها دست کم 4 تیر خالی کرده صاحب پول را زخمی کردند و پولایش را به یغما آوردند. ماه دکامبر سال 2018 آنها به دو مرد حمله کردند که در ماشینشان 13 میلیون روبل داشتند. در نتیجه این حمله یکی از جبردیده ها جراحت برداشته و غارتگران 13 میلیون را به یغما برده از جای حادثه فرار کردند. دادستانی مسکو گفت سوبانقلوف در جریان تفتیشات به همکاری با مفتشان راضی شد و با او قرارداد همکاری بسته شد. به این دلیل دادگاه پرونده سوبانقلوف را علیحده از عیبدارشوندان دیگر محاکمه کرده است. بنا به آخرین آمارهای مقامات روسیه که در اول سال 2020 نشر شده بود، در حال حاضر در زندانهای این کشور حدود 7000 شهروند تاجیکستان ادای حکم میکنند و پرونده بیش از 1000 نفر دیگر در مرحله تفتیش قرار دارد. شهروندان تاجیکستان در روسیه اساساً با جرم‌های قاچاق مواد مخدر، تقلب اسناد، دزدی و صدمه‌های نقلیاتی به پشت پنجره می‌افتند، ولی آنهایی هم هستند که در روسیه دست به جنایت‌های سنگین از جمله غارت و کشتار می‌زنند.